بررسی فوری خبرها و بحث‌های روز، بحث و تحلیل حساس‌ترین موضوعات با اشتراک کارشناسان داخلی و بین المللی، نگاه عمیق با عدد و رقم و آمار و حقیقت‌گویی زیر دوربین، نقد و نظر با منتقدان و تحلیل و بررسی با مسئولان، روبرو با خبرسازان و چهره‌های تصمیم گیرنده. خبرنگاران ما با جسارتند و دید نواربرداران ما وسیع. ما حقیقت را با دلیل و آشکار بیان میکنیم، زیرا آزادی بیان با دلیل توأم است. جهان در جهان نما با حافظ محمد علی. سلام و وقت بخیر. به برنامه نوبتی جهان در جهان نما با من حافظ محمد علی خوش آمدید. در این برنامه терроризми байналмилалӣ ва ҳангомаҳои ифродгароӣ на мансуби мазҳабу дин ва на давлату миллати ҷудогона. авҷи терроризму ифродгароӣ беш аз ҳар вақти дигар бо оқибатҳои даҳшатбору бераҳмона ва ҷиддитарин мушкилоти башар дар қарни мозӣ. ҷавонони худогоҳро истифодаи ба мавриду дурӣ аз макри мубаллиғону пайравони ифротиён ва ҳушёриву зиракӣ бештар аз пештар мебояд. در زمان اوج خطرهای نامطلوب هر یکی ما را ضرور است که استقلال و آزادی و صاحب وطنی و صاحب دولتی خود را حفظ نماییم. امروز گروه و حرکت‌های تندرو برای خلل‌دار ساختن استقلال و آزادی، صلح و ثبات و وحدت ملی دولت‌های آسایشته تلاش دارند. سالهای اخیر خوف‌های فرامرزی و دیگر تهدیدهای امنیتی به طور فزاینده پیچیده‌تر شده مشکلات را با سرعت حیرت‌آور افزایش می‌دهند. موضوع داغ را با تحلیلگر مسائل سیاسی خوجامراد سفرعلی‌زاده، عبدالمعین معین و مصلح سلجوقی مطرح خواهیم کرد. قبلا جهان سپاس به مهمانان برنامه برای بحث این موضوع که با ما در ارتباط هستند. سال تا سال جغرافیای تروریسم در جهان زیاد می‌گردد. از جمله سال گذشته جنگ‌ها در کشورهای یمن، جمهوری سودان، اینچنین فلسطین و جمهوری عراق دوچند پیچیده دگر. شما راهی حل چنین نیزوها را در چی می‌بینید؟ واقعا هم طول قریب 12 ساله است تروریسم، اکستریمیسم جامعه جهانی رو به تشویش آورده است و امروز کشوری نیست که در سمت تامین امنیت و بخطری خود به مسئله تروریسم و اکستریمیسم توجه ظاهر نکند. البته این یک پدیده تصادفی نیست، این یک ظهورات تصادفی نیست. همه وقت کدام ظهوراتی که نباشد در جای خشک و خالی پیدا نمی شوند و امروز تحلیل ها و مشاهده ها نشان میدهند که حزب و حرکت های افراطگرا و تندگرا که اکثر آنها برای رسیدن به مقصد های خودشان عمل های تروریستی، زورآوری و تخریبکاری و غیر قانونی عمل کردن رو اختیار میکنند. از جانب بعض نیروهای سیاسی، از جانب بعض نیروهای منفعت‌دار، بعضا دولت‌ها که با دولت‌های دیگر در حال رقابت هستند، در راه نبرد هستند، دستگیری می‌یابند همین گونه سازمان‌ها، مبلغ گذاری می‌شوند و در راه رسیدن به منفعت خود، هدف خود استفاده برده می‌شوند. و ببینید واقعاً هم در طول 12 ساله اخیر مرحله به مرحله مقیاس فعالیت‌های تروریستی و تخریبی وسیع شده ایستادند. چه از لحاظ مقداری شماره همین گونه حزب و حرکت‌ها افزایش یافته است و چه از لحاظ مقیاس فراگیری واقعه و حادثه‌ها با اشتراک همین گونه سازمان و حرکت‌ها. و ما سال 2023 واقعا هم شاهد آن شدیم که در چندین نقاط عالم، در منطقه‌های گوناگون عالم جنگ و نزاع و برخوردهای مسلحانه به عمل آمدند و اکثر آنها نیز با اشتراک حزب و حرکت و سازمان‌های افراطگرا و تندگرا رخ دادند. مثال روشنی آنها همین کشورهای شرق نزدیک میباشند که ما
дар соли 2023 шоҳиди он шудем ва айни замон ҳам дар як қатор кишварҳои минтақаи шарқи наздик ҳамоно ҳам ҳамин гуна низоъҳо бархӯрдҳо рафта истодааст ва албатта агар аз рӯи ҳамин тамоилоти рушди фаъолиятҳои ифротгароӣ ва тундгароӣ ба масъалаи терроризм баҳогузорӣ кунем, мусаллам аст ки дар соли 2024 низ ҳамин гуна вазъияти мураккаб, вазъияти муташанниҷ дар олами муосир боқӣ хоҳад монд ва дар чунин шароит барои ҷумҳурии Тоҷикистон афзалияти аз ҳама муҳим ин таъмини субот аст, таъмини амният аст, бехатарӣ аст ва имрӯз ки мо дар кишвари худ дар фазои сулҳу субот ва оромӣ умр ба сар мебарем, ин маънои онро дорад ки давлату ҳукумат ва сохторҳои қудратии кишвар пайваста шабонарӯзо ва доимо фазои кишварро, ҳудудҳои кишварро назорат карда истоданд, зери назорат қарор дода истоданд ва амнияту бехатариро таъмин карда истоданд. یک تهدید جهانی هست، یک تهدید منطقه‌ای هست، یک تهدیدی هست که تمامی اقشار و طیف‌های سیاسی و اجتماعی را در درون افغانستان داره تهدید میکنه و داره اینا رو محدود میکنه و تبعید میکنه و شما وضعیت افغانستان میبینید که به کدام سمت روان است. لذا ما نیازمند یک اتحاد دموکراتیک در درون منطقه هستیم. کشورهای منطقه هرچه به دموکراسی بیشتر اعتقاد پیدا کنند، دولت‌های منطقه هرچه بها بدن به آزادی بیان، هرچه بها بدن به ارزش‌های دموکراسی و این در یک همسویی و در یک همگرایی منطقه‌ای بتونه که جمع بشه و به یک تجربه جمعی تبدیل بشه، من اعتقاد دارم که وضعیت افغانستان هم تغییر خواهد کرد، چون وضعیت افغانستان یقیناً ریشه داره و پیوند خورده با شرایط سیاسی و شرایط اجتماعی کشورهای منطقه و جهان هم باید به این توجه بکنه. بدون آمدن دموکراسی، بدون احقاق حقوق شهروندی در یک جامعه، در یک دولت، در یک سرزمین، امکان ندارد که شما او جامعه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی به توسعه برسانید. امکان ندارد. توسعه نیازمند دموکراسی است. توسعه در جهانی که امروز تمامی ملت ها به هم پیوند خوردن و عصر پیوند ملت ها هست و یک هویت جهانی تشکیل شده، نیازمند این هست که بسترهای دموکراتیک در درون جامعه هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ سیاسی اینها توسعه پیدا بکنه و کشورها در یک اتحاد و همگرایی قرار بگیرن تا بتونه وضعیت کنونی تغییر بکنه. یکی از انتقاداتی هم که در این 20 سال صورت گرفت، بر علاوه این که خب ما مشکلات فرهنگی داشتیم در افغانستان و خیلی پذیرای مؤلفه ها و ارزش های دموکراسی نبودیم، ما در واقع میشه گفت در یک انحصار کشورهای غیر دموکراتیک هم قرار گرفتیم و این کشورها خیلی اعتقاد نداشتن به یک دموکراسی که لیبرال باشه و در واقع کشورهای جهان و جامعه جهانی در او دخالت داشته باشه. خیلی خلق این کشورها رو تنگ کرده بود و اینا در واقع مانع دموکراسی در درون افغانستان بودن و سرنوشت مردم افغانستان و سرنوشت جامعه و سیاست افغانستان دیدین که به کجا انجامید. طور میدونیم سال گذشته یکی از انستیتوت‌های بین‌المللی آمریکایی گلاب تاجیکستان رو از روی تامین امنیت و امن‌ترین کشور جهان در رده‌بندی کشورها مقام اول رو کسب نمود. یعنی که این سازمان با نفوذ جهانی گلاب تاجیکستان رو از روی تامین امنیت و امن‌ترین کشور جهان در مقام اول جای داد. اندیشه شما رو می‌خواستم دایر به این ارزیابی انستیتوت بین‌المللی گلاب دونسته باشم. در رده‌بندی که تاجیکستان سال گذشته همچون یک کشور امن‌ترین معرفی گردید، این به شک شبهه است، چون گفتم قبلا هم گفتم در تامین ثبات، امنیت و بخطری کشور سرور دولت حکومت و ساختارهای قدرتی مملکت کارهای زیادی را انجام دادند و ما شاهد بودیم. البته ما نه در خاطر داریم که در سالهای اول استقلالیت در تاجیکستان جنگ شهروندی رخ داده بود، یعنی قریب که 10 سالهای اول استقلالیت در کشور ما بی‌ثباتی بود، ناآرامی بود. البته این از بین برده شد با شرافت سیاست عاقلانه و خردمندانه پیشوای معظم ملت. در کشور ما صلح و ثبات پایدار گردید و امروز ببینید حتی در عرصه بین المللی سازمان ها تاجیکستان را همچون کشوری با امن و امنترین
معرفی میکنند که این از یک جانب باعث افتخار ما تاجیکستانیان است و از جانب دیگر فراموش نباید کرد که این زحمت سروری دولت است، زحمت دولت و حکومت است، زحمت ساختارهای قدرتی کشور است که امنیت و ثبات رو در کشور تا همین سطح آورده رسانیدن. ببینید ما با یک صلح کامل، با یک امنیتی بسیار هم خوب چی شدیم، مشرف گردیدیم. پژوهش‌های جهانی داره نشان میده که تاجیکستان کشور امن است و با امن‌ترین کشوری هست که در درون منطقه است، یعنی در واقع در جهان است. و این یکی از مزیت‌هایی هست که خب سیاستمداران تاجیکستان در واقع میشه گفت که بانی او هستند و مردم تاجیکستان هم اعتقاد به صلح و آرامش دارند. اما آنچه که تهدید بسیار جدی است در درون منطقه مسئله افراطیت دینی است که اینها تلاش میکنند تا از مرزهای کشورها عبور بکنند و صلح و آرامش مردم را برهم بزنند و دولت‌ها را سرنگون بکنند و جوامع را با خلای دولت مواجه بسازند. مشکل اساسی ما متاسفانه مسئله افراطیت است که در درون منطقه است و این نیازمند یک مبارزه همگانی است، نیازمند یک مبارزه و یک تلاش مستمری است که دولت‌ها و مردم باید به خرج بدن تا ما بتونیم که از این وضعیت عبور بکنیم. از همین خاطر است که اعتقاد من بر یک اتحاد دموکراتیک است، یعنی همه کشورهایی که در درون منطقه هستند و در یک همکاری فرهنگی تمدنی به سر میبرند باید اعتقاد پیدا کنند که ما باید دولت‌هایی را به میان بیاریم که از آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم افغانستان در واقع حراست بکنه و اینا رو تضمین بکنه. ما نیازمند دولت حقوقی هستیم، یعنی تمامی شهروندان، تمامی گروه‌ها، تمامی نهادها، تمامی افرادی که در درون یک جامعه به سر میبرند نیازمند حق هستند و دولتی میتواند این احقاق حقوق بکند که معتقد به دموکراسی باشد، معتقد به آزادی بیان باشد، معتقد به توسعه باشد. طور می‌دانیم ضمن ارائه پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان نمودند. بگویید که اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی در بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان خاصه جوانان چی نقش گذاشته میتواند؟ مرحمت باید که توسط بلند برداشتن معرفت حقوقی انسان، دانش‌های حقوقی انسان، توسط بلند برداشتن دانش‌های سیاسی حقوقی انسان در کشور حسی بلند وطنداری، حسی بلند شهروندی، رسالت شهروندی و رسالت شهروندان در نزد دولت ملت باید که به وجود آورده شود. البته دانش‌های حقوقی پیش از همه برای دانستن عهده‌داری‌ها، قانون‌های مملکت، وظیفه‌ها و دیگر مسائل‌هایی که مربوط به روند دولتداری است و مربوط به روند اداره‌کنی جامعه است فهمیده می‌شود. اما از طرف دیگر دانش‌های حقوقی امکان می‌دهد که آدمان درباره حقوق ویرانکنی، درباره جنایت، درباره ضرر و فایده به منفعت ملت، به منفعت دولت تصورات پیدا کنند. و گذشته از این هم برای چی من گفتم که اعلان شدن سال معرفت حقوقی اینچنین باعث بلند شدن معرفت سیاسی حقوقی شهروندان میگردد. هر یک همین قانون و سند معیاری حقوقی که در کشور قبول می شود، در کدام کشوری که نباشد، این پیش از همه قرار سیاسی است. این رو سیاستمداران قبول میکنند، سیاستمداران به خاطر حل پرابلم های جمعیتی تهیه میکنند، قبول میکنند و تصویب میرسانند و البته برای آنه که این قانون ها، این سندهای معیاری حقوقی، این قرارهای سیاسی رعایت کرده شود، آدمان باید به ماهیت آنها صرفهم روند، شهروندان مملکت باید به ماهیت آنها صرفهم روند. در این حالت آنها درک میکنند که چرا این و آن قانون، چرا این و آن سند معیاری حقوقی قبول شده است و ضرورت آن در چی است، اهمیت آن در چی است. من فکر میکنم که اعلان شدن سال معرفت حقوقی پیش از همه امکان میدهد که همین اعتراف قانون‌ها و سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان باز هم خوبتر و بهتر شود از جانب شهروندان و با ماهیت آنها که
ки чаро қабул шуданд, ба рӯи чӣ қабул шуданд, чӣ аҳамият доранд дар низоми давлатдорӣ ё ки дар таъмини рушди соҳаҳо ё дар ҳалли проблемаҳои ҷамъиятӣ ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷомеаи Тоҷикистон ба моҳияти онҳо хубтар сарфаҳм мераванд ва ин боиси он мешавад ки инҳо беҳтару хубтар риоя шаванду дар амал татбиқ карда шаванд. Аз ин рӯ ман фикр мекунам ки дар таъмини амният, бехатарӣ ва суботи сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шудани соли маърифати ҳуқуқӣ соли 2024 бениҳоят саривақтӣ буд, муҳим буд ва ин албатта барои расидан ба ҳадафҳои стратегии мамлакат низ чикор мекунад, то андозае мусоидат менамояд. باز هم سپاسگزار هستم از تلویزیون جهانی جاننما که من کمینه را هم در این پروگرام درج کردن و در این پروگرام اجازه صحبت دادن. خوشبختانه به همت جناب عالی امام علی رحمان در تاجیکستان دولت بپا هست که افراطی حد در این کشور نمیتونه قد علم کنه و من توصیه به جوانایی هست که همطوری که امام علی رحمان گفتن که تاجیکان به پیش و جوانان به پیش همیشه قدم رو به پیش بگذارند، به دنبال خود بر نگردند و افراطیت انتخاب نکنند که سرنوشت کشور از اونها هم از سرنوشت کشوری به نام افغانستان بدتر خواهد شد. تامین امنیت اطلاعاتی امروز به مسئله مهمی سیاست دولتی تبدیل شده. ثبات و استواری حکومت‌ها و امنیت ملی دولت‌ها به آن وابستگی زیست دارد. در شرایط معاصر تامین امنیت اطلاعاتی و حمایت منفعت‌های ملی برای جمهوری تاجیکستان که دارای استقلالیت سیاسی خویش است، مسئله کلیدی به حساب می‌رود. رشد با سرعت اینترنت و اوج گرفتن جهان اطلاعاتی در شرایط جهانی شوی، برخورد تمدن‌ها و منفعت‌های قدرت‌های جهانی، ظهور هر گونه حرکت و تشکیلات‌های اکستریمیستی و تروریستی در منطقه و جهان، اینچنین گردش غیرقانونی مواد مخدر از مشکلات میباشند که صاحب اندیشی وطن را وادار می‌نماید تا اطراف خطر و تهدیدهای آنها به امنیت ملی و آینده دولت و ملت خویش از نگاه علمی و واقع بینانه نظر نمایند. مسئله تروریسم و اکستریمیسم باز مرحله به مرحله رو به تحولات می آورد و آنها در فعالیت های خودشان راه اصول های گوناگون مبارزه را استفاده می برند، راه اصول های گوناگون رسیدن به هدف و مقصد خود را استفاده می برند. بنابر همین طول چند سال است که آنها باز در فضای اطلاعاتی کشور، در فضای مجازی اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی راه یافتند و طریق این شبکه ها می خواهند جوانان را مخزوشی کنند، همون تعلیمات خود را به سر آنها بار کنند، فرهنگ بیگانه را به سر آنها بار کنند و با این واسطه جوانان را، نورسان را میخواهند که به صفهای خود جلب ساخته در همین گونه نبردها، در همین گونه مبارزه هایی که واقعا هم چی هستند، غیر منطقی هستند، شامل سازند. و متاسفانه هستند در بین جوانان نفرانی که آسیب پذیر هستند، دانشی کم دارند، مطالعه کم دارند و به زودی به دام این گونه افراطگراها و تندگراها میافتند. از این رو در برابر دولت و حکومت و ساختارهای قدرتی مملکت که امروز شبانه روزی زحمت کشیده در مقابل این گونه تخریبکاران، در مقابل دشمنان ملت دولت مبارزه به امان میبرند، باید جامعه شهروندی، ساکنان کشور و خصوص جوانان نیز آگاه باشند که آنها نیز هدفی گیم که همین تشکیلات و سازمان ها قرار گرفتند و میتوانند که به دام آنها افتند. از همین خاطر است که سرور کشور پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان پیوسته طول سالهای اخیر در اطراف زیرکی سیاسی جوانان صحبت میکنند، در اطراف آگاهی آنها صحبت میکنند و پرابلم خودشناسی ملی و تندرستی که دائما ترغیب و تشویق میکنند. این به همین خاطر است که برای هر یک ملت، برای هر یک مملکت، برای ساکنان هر یک کشور از همه چیز ارزشمند این دولت آنها است، بخطری آنها است، ثبات آنها است و البته بخطری و ثبات و امنیت به دولت تامین کرده نمی شود. دولت است که بخطری و
ولایت قانون و دیگر ارزش‌های انسانی مثل حقوق و آزادی‌های انسان و دیگرها را تامین می‌کنند. از این خاطر برای حفظ دولت تاجیکستان، برای حفظ ساختار کنستیتوسیونی دولت، برای حفظ دستاوردهای دوران استقلالیت باید جوانان شهروندان کشور چیکار کنند؟ بی‌طرف نباشند، سهم خود را گذارند، زیرا که همین فعالیت‌های افراطگرایی و تندگرایی طول سال‌های اخیر تغییر یافته است، رو به تحولات نهاده است و آنها کوشش میکنند که توسط جوانان، توسط شهروندان و با راه مخصوصی کردن و با راه فریب دادن، با راه با ذهن شعوری آنها تاثیر رسانیدن، تاثیر پسیکولوژی و اطلاعاتی رسانیدن، آنها را چکار میکنند؟ گمراه میکنند و در راه خیانت به منفعت‌های ملی وارد میکنند. شخص ناآگاهانه بخبر از آن که الکی در عملی شوی مقصدها و منفعت‌های دشمنان ملت اشتراک کرده است. و همین خاطر خوف و خطر تروریسم و اکستریمیسم در شرایط امروزه پیش از همه در همین است. و ببینید طول 2-3 سال اخیر که واقعا هم مقیاس جنگ و نزاع‌ها خیلی وسیع شده است در جهان امروزه، برای همین گونه سازمان ها، برای همین گونه تشکیلات ها جنگیان در کار است، تروریستان خودکش در کار است. از این خاطر جوانان رو با راه فریب به صف همین گونه سازمان ها وارد نموده، آنها رو برای جنگیدن، برای قربانی ساختن خود، برای برده با همون میدان های جنگ وارد کردن آماده می سازند و می برند. از این رو هر یک جوان، هر یک والدین باید که درک نماید که امروز همین گونه وضعیت بسیار هم مرکب است و من فکر میکنم که امروز آن جوانانی که آن نفرانی که دانش کمتر دارند، جوانبینی محدودتر دارند، از همین لحاظ آسیب پذیر هستند. آنها را میتوانند که با آسانی فریب کنند. امروز یکی از واسطه های مهمترین امین ماندن از فند و فریب و نظر فریبی همین گونه سازمان ها، همین تشکیلات ها، این بالا برداشتن معرفت سیاسی است، معرفت حقوقی است و عموما با مطالعه اثر و کتاب های علمی و نظریوی مشغول شدن است و بالا برداشتن جهانبینی، وسیع کردن جهانبینی، بالا برداشتن دانش است که انسان دانا این توانا است. انسان دانا را نمیتوان فریب کرد و هیچگاه آن را به دام فریب افتاندن غیر امکان است. جمهوری تاجیکستان خب همیشه وقت دوست صادق مردم افغانستان بوده و به خاطر آمدن یک صلح و آرامش در افغانستان تلاش کرده و قطعا سیاست خصمانه در قبال مردم افغانستان و دولت‌های افغانستان نداشته. در این اواخر شما شاهد هستین که رئیس جمهور تاجیکستان تلاش می‌ورزه که افغانستان بره به طرف دموکراسی، افغانستان عبور بکنه از وضعیت کنونی و مردم افغانستان سرنوشت خود با اراده خود در دست بگیرن و افغانستان مستحق یک دموکراسی است، مستحق یک دولتی است که در او تمامی اقوام و تمامی اقشار مردم افغانستان با آن نظام سیاسی که خودشان میخواهند برسن و این از خواستای آقای رحمان بوده. همیشه در مصاحبه هایی که ایشان داشته، در گفتگوهایی که ایشان داشته، همواره بر این تاکید کرده که مردم افغانستان باید با اراده خود به دولتی دست پیدا بکنن که در واقع مطلوبشان هست. از تمامی دستاندرکاران تلویزیون جهانی جهاننما که همیشه وقت چنین مصاحبه هایی دارن و اطلاع رسانی میکنن، آگاهی رسانی میکنن، بسیار سپاسگزار هستم. تشکر زیاد برای اشتراک در برنامه. جهانی سپاس. برنامه نوبتی جهان در جهاننما بود منظور شما. با تحلیل یک موضوع دیگر در برنامه نوبتی با شما دیدار خواهیم داشت.